10 نفر در جهان به عنوان عجیبترین آدمهای دنیا شناخته شدند. در بین آنها اسم یک ایرانی به چشم می‌خورد: مهران کریمی ناصری، پناهجوی ایرانی که 18 سال در فرودگاه زندگی کرد. مهران زاده مسجد سلیمان ایرانه. پدرش پزشک و مادرش پرستار اسکاتلندی بود. او پس از فراغت از دانشگاه برادفورد به ایران برگشت و به دلیل فعالیت‌های اعتراضی علیه شاه دستگیر و بدون پاسپورت از کشور خارج شد. ابتدا به بلژیک رفت و پناهندگی گرفت. در مسیر بازگشت به انگلیس مدارکش رو در ایستگاه قطار پاریس گم کرد. هیچ کشوری مهران رو قبول نکرد و در فرودگاه شارل دوگل گیر کرد. او بدون مدارک نمیتونست داخل فرانسه بماند و نمیتونست به کشوری دیگه سفر کند. او روی نیمکت‌های قرمز ترمینال میخوابید. وسایلش رو در چرخ دستی‌های فرودگاه نگه می‌داشت و با مسافران و کارکنان گپ می‌زد. بهش غذا می‌دادند و عملاً به بخشی از فضای فرودگاه تبدیل شد. مهران کریمی 18 سال در این فرودگاه و به همین روش زندگی کرد. مسافرها فکر می‌کردند او مسافر است، اما گویا خودش از نحوه زندگیش راضی و خوشحال بود. یک وکیل فرانسوی خواست براش اقامت فرانسه رو بگیره، ولی مهران نامه رو امضا نکرد. فیلم ترمینال بر اساس زندگی او ساخته شد و مهران از اون 250,000 دلار دریافت کرد. کتاب و مستندهایی مثل پرواز از داستانش الهام گرفتند. نهایتاً 21 آبان 1401 مهران کریمی در اثر حمله قلبی در فرودگاه شارل دوگل درگذشت.